شاید اسم زرتشت رو شنیده باشی. فیلسوف، پیامبر، شاعر. اما کمتر کسی میدونه که آموزه‌های او پایه یکی از کهن‌ترین ادیان جهان رو شکل دادن. دینی که هزاران سال قبل از میلاد مسیح مردم ایران باستان رو به یکتاپرستی دعوت می‌کرد. در این ویدیو قرار سفر کنیم به اعماق تاریخ، به سرزمین زرتشت. زرتشت یا همان زرتشت اسپندمان حدود 3000 سال پیش در شرق یا شمال شرق ایران باستان متولد شد. زمان و محل دقیق تولدش هنوز بین تاریخ‌نگاران بحث برانگیزه. بعضی‌ها میگن در بلخ، افغانستان امروزی، بعضی در آذربایجان ایران. اما چیزی که مسلمه، او در دورانی ظهور کرد که جامعه پر از چند خدایی، قربانی حیوانات و جنگ‌های قبیله‌ای بود. زرتشت برخاست تا پیامی تازه بیاره. یک خدای یگانه به نام اهورامزدا. زرتشت مردم رو دعوت کرد به راستی، پاکی و اندیشه نیک. سه اصل مشهور او هنوز در ذهنها زنده است: پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک. به باور او جهان میدان نبرد میان دو نیروست: اهورامزدا، نیروی نیکی و خرد، در برابر اهریمن، نیروی تاریکی و دروغ. و انسان آزاد است تا در این نبرد راه نیکی یا بدی را برگزیند. این نگاه بعدها بر بسیاری از ادیان دیگر هم تأثیر گذاشت، از یهودیت گرفته تا مسیحیت و اسلام. آموزه‌های زرتشت در کتاب مقدسی به نام اوستا گرد آمده. این کتاب شامل سرودهایی است به نام گاتاها که گفته میشه خود زرتشت سروده. در آیین زرتشتی آتش نماد روشنایی و حضور خداوند است، نه چیزی برای پرستش، بلکه نشانه‌ای از پاکی و راستی. در آتشکده‌ها، آتش مقدس همیشه روشن نگه داشته میشه و نیایش با دعا و سکوت همراهه. زرتشتیان احترام ویژه‌ای برای عناصر طبیعت قائلند: آب، خاک، هوا و آتش، که باید پاک نگه داشته بشن. با ظهور شاهنشاهی هخامنشی، دین زرتشتی به آیین رسمی ایران تبدیل شد. کوروش بزرگ، داریوش و خشایارشا همگی با مفاهیمی مانند راستی، عدالت و نظم اهورایی امپراتوری خودشون رو اداره می‌کردند. بعدها در دوران ساسانی، آیین زرتشتی به اوج خود رسید. آتشکده‌های بزرگ ساخته شد و روحانیت زرتشتی قدرت زیادی پیدا کرد. اما با ورود اسلام به ایران، این دین کم کم از صحنه اصلی کنار رفت. با این حال، زرتشتیان در یزد، کرمان و بعدها در هند به نام پارسیان هنوز هم پیرو همان باورهای باستانی اند. زرتشتیان امروز پیام زرتشت رو نه فقط به عنوان یک دین باستانی، بلکه به عنوان راهی برای زیستن در نیکی و راستی می‌بینند. اونها در جشن‌هایی مثل نوروز، مهرگان و سده طبیعت و نیکی رو گرامی می‌دارند. در جهانی پر از تضاد و آشوب، شاید هنوز هم ساده‌ترین پیام زرتشت راهگشا باشه: اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک. زرتشت پیامبری از هزاران سال پیش بود، اما حرفاش هنوز تازه است. تو فکر میکنی اگر زرتشت امروز زنده بود، به انسانهای قرن 21 چی میگفت؟ نظرت رو برام توی کامنت ها بنویس و اگه این ویدیو برات جالب بود، لایک کن و به اشتراک بذار تا بیشتر درباره ریشه های فرهنگی ایران باستان بدونیم.